این هفته خبر تو خبر داره براتون. از سیرک انتخابات و جانوران عمامه‌دار و بی عمامه‌ای که نیومده به جون هم افتادن و پاچه همدیگه گرفتن. حوزه اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. از اون طرف دراکولای خامنه‌ای یعنی رئیسی هم خودش رو رسوند و حرفای عظما رو اینطوری رله کرد. بانیان و شرکای وضع موجود نمیتوانند مدعی تغییر وضع موجود باشند. این میخواد این طور وانمود کنه که برای خودش کسیه و همه اینا حرف خودشه، اما حتی بسیجی‌های دوزاری هم میدونن که ادا و اطوارش مال خودشه، اما صداشو عظما در میاره. یه چیزی تو این مایه ها، البته با پوزش از این دو هنرمند. از اون طرف باند رقیبم بیکار ننشسته و میگه این شعبده انتخابات مثل پوست موز انداختن زیر پای رئیسی میمونه. پروژه‌ای است که آقای روحانی و آقای صادق آملی لاریجانی دارن جلو میارن برای آینده رهبری نظام، که آقای رئیسی رو وارد یک ضمنی بکنن به اسم انتخابات، تاریخ انقضای سیاسی ایشون رو برسونن. وقتی آقای رئیسی رأی نیاره اینجا تمام شخصیتش رو تخریب بکنن، دیگه جایگاه تو قوه قضاییه ندارد که برای آینده نظام داشته باشه. با این حساب روشنه که هرچی عظما مهندسی کرده بر سر خودش آوار میشه. سلام علیکم. علیکم السلام. آخوند رئیسی یا همون جلاد 67 مثل بار پیش حسابی هول کرده و مدام دنبال اینه که گرگ بودن خودش رو پشت نقاب میش پنهون کنه. یکی نیست بهش بگه آخه مشنگ کی رو دیدی با ماسک روبوسی کنه؟ آخوند رئیسی فکر میکنه میتونه نظام رو نجات بده، اما خبر نداره که 2 قدم بعد دوباره گیر میفته. جهانگیری هم که 8 سال تمام با شیخ فری پریده، مثل اون اوستاش فقط بلد افه بیاد و روزه بخونه. ما به خون شهدا و هموطنانی که اسیر فقر، رنج و کوله‌بری و سوختبری به تبعیضند مدیونیم. پشتبندش جلیلی بدون هیچ دلیلی اومد اسم نویسی کرد و پته نمایش‌های جهانگیری رو اینطوری ریخت رو آب. کشور رو با نمایش نمیتوان اداره کرد. از همین جنگ و دعواها میشه فهمید که پیتزای ولایت تو تنور انتخابات سرنوشتی جز این نخواهد داشت. نیکولو برای بابا برنده بیسیمو انfermo نیکولو. احمدی نژاد هم خودش رو انداخت وسط و واکسن زدن عظما و جک و جونوراش رو اینطوری رو کرد. گفتید واکسن کجایی زدن؟ آمریکایی. معلوم شد جنس خوب زدن. معلوم شد که جنس خوب زدن آقا. وقتی موقع ثبت نام احمدی نژاد چنین بزنی تو وزارت کشور میشه، شما خودتون حساب بقیه ماجرا رو بکنید. عظما میخواد تو این جنگ و دعواها نقش داور رو بازی کنه، اما ضربه اصلی نثار خودش میشه.
یکی دیگه از جانوران این سیرک پاسدار زرقامیه که فکر میکنه از این مسخره بازی ها آبی براش گرم میشه. فرصت زندگی راهبردمون زدن زیر میز مرفهین بیدرد و مافیای ثروت و قدرت. انشاءالله با کمک مردم کفش کوهنوردی زیر میز. این هم پاسخ تصویری مردم به اصولگرا و اصلاح طلب در نظام ولایت. دقت بفرمایید، این اصلاح طلب، اونا اصولگرا. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. رای بیره. این یونجه خور امامه دارم به محض اینکه این کلیپ رو دید اومد ثبت نام کرد و از برنامه‌هاش برای تولید علوفه پرده برداری کرد. اقتصاد برنامه خاصی دارید؟ یعنی این همون اشتغال زایی رو به چه نحوی می‌خواید؟ آره، اشتغال زایی نگاه کنید، الان ما کسانی هستن میتونن علوفه درست کنن. هر کسی یه جایی مشغول بشه، دامداری، علوفه، تمام چیزا رو میتونن تولید بکنن داخل. یه چند چیزی بود که تو من تلویزیون میدیدم میفرستادن اون طرف هم حالا ما داخل اینا رو چیز کنیم دیگه، بسه خیلی چیز داریم ما. البته شعبده انتخابات تا دلتون بخواد سیاهی لشکر هم داشت از کسی که میخواست دست نفوذی‌ها رو قطع کنه. نظرتون درباره برجام چیه؟ ببینید برجام، اینا نفوذی‌ها تو مملکتمون 20% نفوذی داریم ما. دست اینا رو باید قطع کنیم ما. حالا تو برجام شده، تو هر کاری که شده ما انشالله به امید خدا ادامه برجام میدیم. تا این مشنگی که خودش هم نمیدونه از کجا اومده و میخواد به کجا بره. بنده سربازی فراری به نکته پدرم، علم بخوانم، درس بخونم، علم بخوانم. نکته پدرم به خاطر این بود، هنر من به خاطر پدر من. البته اینا خودشون هم میدونن که چیزی از قدرت نصیبشون نمیشه و فقط اومدن که نوک بزنن. پول مردم ایران یا خرج موشک میشه یا خرج لاف و دوشک آخوندا. یه نمونه از شاهبازی‌های شیخ فری رو ببینید. من یکی از مسئولین استانی یکی از استان‌های شرقی کشور به من میگفت در سفر استانی که دولت داشت میومد، ببینید اینا خیلی بده، ما رومون نمیشه به مردم بگیم، ولی خب برای اینکه موضوعات شفاف بشه یه طلبکار نشند از مردم و مجبورم این حرفا رو بگم. میگفت سفر استانی بود، دولت داشت میومد در واقع به این استان مهم شرقی کشور. دفتر رئیس جمهور به ما زنگ زدن، گفتن پتو و در واقع دوشکی که رئیس جمهور میخواد استفاده کنه باید دوشک لایکو مدل فلان باشه. دارم دقیقا میگم که بدونم خبرم دقیقه. استانداری این استان میگم ما در کلان شهر به اون بزرگی گشتیم، لایکو مدل اونو پیدا نکردیم، مثلا مدل ایکس رو پیدا کردیم، گفتیم لایکو، گفتن نه آقای رئیس جمهور چون این بوی نوعی میده خوشش نمیاد، برید لایکو مدل همونی که ما گفتیم پیدا کنید. فقط از اون دوشک استفاده میکنه رئیس جمهور. و جالبه میگه ما گشتیم تو شهر مشهد پیدا نکردیم این رو، بعد از تهران با هواپیما دوشک لایکو مدل وای رو فرستادن که رئیس جمهور استفاده کنه. و از اون طرف با این قوانین مسخره عرصه رو به مردم تنگ میکنن. باقی مونده پوشیدن کت در خوزستان ممنوع شد. از اول خرداد به پیشنهاد شرکت برق خوزستان برای کاهش مصرف برق پوشیدن کت برای مدیران و کارکنان اداره‌های این استان از اول خرداد تا آخر شهریور ممنوعه. پیشتر هم شرکت برق تهران استفاده از کولر گازی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی رو ممنوع. مشنگستان این هفته رو با این سوتی روسی به پایان میبریم. تو مسکو نمایش جنگ رو انداختن، بعد همچین سوتی دادن. ولی یه نکته جالبی که تو موزه جنگ مسکو احتمالاً به اشتباه اتفاق افتاده اینه که پرچم یا مهدی ادرکنی با نشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو اشتباهاً به نظر میاد که به خاطر این رنگ قرمزش و چیزی که فارسی روش نوشته بوده فکر کردن که نماد حزب کمونیست افغانستان و در کنار پرچم‌های قرمز حزب کمونیست قرار دادن این پرچم. و اون پشت که این سربندهای لبیک یا خمینی و همینطور حالا شعار دیگه‌ای که اینا سربند
باید بشه، یعنی بریده میشده به عنوان سروند. اینا تو موزه جنگ مسکو ازش اینطوری استفاده کرده.